خداوند روز از عزراییل علیه السلام پرسید: آیا تا به حال در وقت جان کسی را گرفتن گریه کرده ای؟ عزراییل علیه السلام جواب داد: یک بار خندیده ام، یک بار گریه کرده ام و یک بار دیگر ترسیده ام. خندم زمانی بود که با امر تو مردی را جانش را می ستانیده ام و او را نزد دکانی کفش دوزی پیدا کرده ام که آن مرد به کفش دوز می گفت که کفشم را به گونه بدوز که 1 سال رود و من بر حالش خندیده ام و جانش را با امر تو قبض کرده ام. گریه ام زمانی بود که به من دستور دادی تا جان زنی را گیرم که در بیابان تفسان و بی آب و بی درخت بود و در حالت زیمانی بود، یعنی تولد کردن، و بعد زیمانی زن جانش را قبض نموده ام و به حال طفلک نوزاد گریه کرده ام. ترسم زمانی بود که جان مرد فقیر و عالمی را می گرفتم و هرچند به منزلش نزدیک می شدم نورش بیشتر می گشت و زمانی که جانش را گرفتم از درخشی چهره اش ترسیده ام و وحشت زده گشته ام. در این هنگام خداوند به عزراییل علیه السلام عرض کرد: ای عزراییل، می دانی که آن عالم نورانی که بود او همان نوزادی بود که جان مادرش را در صحرای تفسان گرفته بودی و آن نوزاد در صحرا مانده بود. من مسئولیت آن طفل نوزاد را به عهده داشتم. ای عزراییل، هرگز گمان مکن که به وجود من موجود در این عالم بی سرپناه بماند. دوستان عزیز، قصه اگر به شما پسند آمده باشد به کانال ما ابونه شوید و نوا را به دیگران هم روان کنید. دستگیری شما پیشروی ماست.